میگویند در وقت حامله دار و بعد تولد روزه ام را خوردم. روزه قضایی را چگونه نیت کردن در کار؟ روزه هایی که در وقت حامله داری و یا شیرخوار بودن کودکتان از ماه مبارک رمضان روزه نداشتید، آن روزه ها در ذمه شما همچون قرض باقی میماند و باید آن روزه ها را عددش را در یک دفترچه نوشته باشید تا اینکه بعضی زنها مثلا 5-10 فرزنددار میشوند و بعضیش پی هم آمده است. در بعضی سوال ها آمده است که تا 300 روز 400 روز قرض دارم. البته این فراموش می شود و عددها به شما پنهان ماندنش ممکن است. بنابراین نوشتن خوب است و حتی انسان باید در زیر آن وصیت خود را هم نویسد که از این 300 روز مثلا 40 روز آن را داشتم، باقی ماندهش باقی مانده است، اگر رفت و وفات کنم مثلا فدیه آن را از نام من دهید گفته به وارثانش زنها باید نویسد. خب اما مسئله چگونه نیت کردن، همین که بیگاهی مثلا در قرارت قلبتان نیت کردید که پگاه قضایی رمضان را یک روزش را می دارید، البته این نیت حساب می شود و محل نیت این قلب است. با زبان تلفظ کردن در شریعت در مسئله روزه و نماز نآمده است. بنابراین وقتی که با قرارت قلبتان که نیت کردید همین کفایه می کند. والله اعلم.